با عرض سلام خدمت دوستان عزیز. این سری میخوام یک ربات کنترل شونده توسط بورد ESP32 کم. این بورد همینجوری که میبینید مجهز به دوربین هست و ما میتونیم این تصویر رو از داخل موبایل یا کامپیوترمون ببینیم و با منوهایی که در اختیار ما هست کنترل کنیم حرکت رباتمون. به یک بورد ESP32 کم احتیاج داریم. یک ماژول درایور موتور هست، L298 هست مدلش، به این نیاز داریم. منبع تغذیه 2 عدد باتری لیتیومی هست. چرخ گیربکس دار، یعنی همین چیزی که گیربکس داره، موتور گیربکس 2 عدد یا حالا 4 عدد هم میتونید استفاده کنید. همینطور چرخ. مقداری هم سیم جامپر برای اتصالات این دو تا بورد. خب از یک ظرف استفاده کردم به عنوان شاسی. شما میتونید 4 تا موتور رو وصل کنید، میتونید 2 تا موتور وصل کنید، یک چرخ هرزگرد بذارید که این دوتا استفاده نشن، یعنی یا این دوتا یا این 4 تا موتور داشته باشه یا اینکه 2 تا موتور داشته باشه با یه چرخ هرزگرد. حالا من اینا رو با هم گذاشتم. میتونیم مثلا اینو برداریم، میشه با این دوتا کار میکنه اگر اتصال داشته باشه داخل ربات. همونجور که میبینید من اومدم ماژول درایور L298 رو از طریق سیم‌های جامپر متصل کردم به بورد ESP32 کم که نقشش رو براتون قرار میدیم به چه شکل وصل شده. توی این طرف چرخ‌های سمت چپ و سمت راست طرفین این ماژول وصل میشن و VCC و برق مثبت از اینجا وارد میشه که البته میره توی کلید که من اینجا قرار دادم و از طرف کلیدم وصل میشه به باتری و منفی باتری مستقیما میاد اینجا وصل میشه به قسمت وسط GND یا منفی. یک سیم هم یک رشته سیم هم از همینجا وصل میشه به بورد ESP32 کم قسمت GNDش. یک سیم دیگه دوباره از قسمت سوم این بورد، یعنی از اینجا وصل میشه به VCC یا اولین سیمی که توی بورد ESP32 کم هست. این سیم ها هم همینطوری که میبینید، البته من جامپرها در نیاوردم، 2 تا جامپر طرفین این قسمت هست. سیم شماره 1 و 2 و 3 و 4 به ترتیب میاد وصل میشه به بورد ESP32 کم ما که من نقشش رو اینجا خدمتتون میذارم. همین. اما قبل از این اتصال میمونه سر جای خودش. من این رو باز میکنم و یه نوع اتصال دیگه ای که هست بعد برای اینکه پروگرامش کنم توی کامپیوتر، توی برنامه آردوینو باید پروگرام بشه، یعنی اون کدایی که وجود داره آپلود بشه روی این بورد. روش رو الان خدمت شما میگم. بعد از اون به همین شکل سوار میکنیم و ازش استفاده میکنیم و ادامهش رو خدمتتون میگم. بورد ESP32 کم رو من میخوام متصل کنم به کامپیوتر و کد رو آپلود کنم. خب من از طریق سیم جامپر میخوام یک مبدل USB to TTL یعنی مبدل سریال به USB رو، این ماژول رو شما تهیه میکنید برای اینکه بتونیم این بورد رو، یعنی بورد ESP32 کم رو پروگرامش کنیم. خب یعنی باید متصل کنیم به کامپیوتر. من این سیما رو وصل میکنم، سیمای جامپر رو. VCCش به 5 بورد هست که اینجا رنگ قرمز رو داره، بغلش GND هست رنگ نارنجی. وصل میکنم به، از وقتی بورد رو به سمت خودتون بگیرید که دوربین به سمت بالا باشه، اولی میشه VCC یا برق شما و دومی میشه GND یا زمین که اینجا هم همینجوری که میبینید VCC به برق به مثبت یعنی 5 ولت بسته و GND به
منفی که رنگ نارنجی. این از این. دو تا سیمای دیگه که میمونه ببینید، یکی نوشته RXD که رنگ سفیده، یکی نوشته TXD که رنگ قهوه‌ای هست. خب من RXD رو باز این رو به سمت خودمون میگیریم، از پایین اولی نه دومی بس میکنم و سومی، یعنی اینجا T به R و R به T صورت معکوس. یک سیم دیگه هم برای جامپر کردن این دوتا احتیاج داریم. سیم برای جامپر کردن شماره، وقتی برد رو به سمت خودتون بگیرید سومی و چهارمی رو به هم دیگه وصل میکنید. سیم های شماره پیم شماره 3 و 4 رو به هم وصل میکنیم به صورت جامپر. بعضی از این جامپرهای کوچیک هم هست که اینجا شما میبینید، این از اینا هم میتونیم وصل کنیم به این. خب این ساده تر هست، در آوردنش راحت تر هست. اون لحظه که داره پروگرام میشه میخوایم تست کنیم، به خاطر از این سیم استفاده میکنیم، راحت میتونیم بکشیم بیاد. خب ما این رو به کامپیوتر وصل میکنیم و میریم روی کامپیوتر این رو آپلود میکنیم، برد رو آپلود میکنیم که کدا وارد این میشه. بعد از اتمام کار به همین شکلی که میبینید میبندیم و باتری ها رو قرار میدیم و موتورها هم که وصل هست و روشن میکنیم. لامپ خاموش، لامپ روشن.